حکومت طالبان افغانستان مقصد دارد با شرکت 4 دولت از جمله پاکستان و روسیه و ایران کنسورسیوم تولید نیروی برق و مؤسسه‌های زیربنایی را تأسیس بدهد. سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان افغانستان نوریدین عزیزی میگوید به اجرای این برنامه درازمدت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد. بحثایی که الحمدلله در کابینه شد و کمیسیون‌های خاص به الحمدلله تعیین شده ای است. در این مورد در آخرین پیامی که کمیسیون ها داشتن، ارگانهای امنیتی ما الحمدلله داشتن، شما خودتان دیدین که مخفیگاه هایی که بود الحمدلله تقریبا از بین برده شد. اما شارحان به مثل وزیر حکومت طالبان خوشبین نیستند. به نظر من این گفتار طالبان به خاطر مصرف داخلی است. اینها میخواهند با مردم افغانستان نشان بدهند که با وجودی که کشورهای دنیا اونها را نشناختند، به رسمیت نشناختند، اینها می توانند کارهای را بکنند. اما دورنمایش در عمل به نظر من خیلی مشکل هست، به خاطر از اینکه در معامله تجارت اول ارتباط بانکی ضرور است. شما می‌دانید همین حالا که افغانستان وقتی پول برق تاجیکستان و ازبکستان و ایران و ترکمنستان را میپردازند، یا ای که با موتر پول را انتقال میدهند چون اینا کشورهای همسایه هستند به اونا میبرند، و یا این که به یکی از کشورهای همسایه از طریق صرافها پول میفرستند و بعدا از اون طریق اون پول روان میکنند که خیلی گران است. شما ببینید به هر 100 دلاری که اینها میفرستند از طریق صرافی باید حداقل 4 دلار بپردازند و بعضی وقت از اون بیشتر. و از طرف دیگه شرایط امنیتی در افغانستان تا حال به حدی نیست که تجارهای کشوری مثل روسیه بیاین با افغانستان و از نزدیک با اینها تعامل کنند. به نظر من این کار بسیار بسیار مشکل خواهد بود. در این کنسورسیوم که تهیه می شود یکی از ابرقدرت‌های جهانی چین شریک نیست. چرا؟ به فکر من استراتژی درازمدت چین در رابطه با افغانستان از 2 بخش عبارت است. یکی نگرانی های امنیتی است که با تروریسم و گروه های افراطگرا ربط داشته، همزمان گروهی را مد نظر می گیرد که در نسبت ولایت غربی شینجان برنامه های مشخص دارد. چین از آن تشویش دارد که افغانستان می تواند به پناهگاه های این گونه گروه ها تبدیل یابد. بخش دیگر استراتژی چین به ذخیره های افغانستان ربط می گیرد. قبل از سر قدرت آمدن طالبان هم چین به دارایی های افغانستان چشم دوخته بود. اخیراً ما شاهد امضای سازش‌های همکاری در استخراج و کارکرد ذخیره‌های طبیعی افغانستان شدیم، ولی آن اکثراً یادداشت تفاهم بوده، حالا به مرحله اجرا نرسیده است. شورای رادیو آزادی می‌افزاید که با بیرونشوی اتحادیه شوروی و امریکا از افغانستان، چین می‌خواهد ثابت کند که همکاری و حضورش شکل دیگر دارد. چین می‌خواهد خود را همچون نمونه دیگری نیروی ابرقدرت سطح جهانی نشان دهد. چین مثل اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا عمل نخواهد کرد. این کشور نشان می‌دهد که در فکر اشغال کسی نیست. سربازانش را هم به کشورهای ارسال نخواهد کرد. در افغانستان چین از احتیاط کار گرفته ثابت کردن است که پکین نیروی صلح آور است. این بخش کلیدی استراتژی ترغیبات حزب کمونیستی چین نیز به شمار می رود. با توسعه زودرس همکاری‌های چین و افغانستان، شورای مدقق زیاد اطمینان ندارد. چین از 20 سال به این طرف میخواهند مثلا در معدن مس عینک که در نزدیکی کابل است و حتی امنیتش هم بسیار خیلی خوب هست سرمایه گذاری کنند، اما تا به حال هیچ استخراجی صورت نگرفته. چین مکرراً میگه که ما میخوایم استخراج کنیم، حتی قراردادی هم بستن چند سال پیش با حکومت قبلی افغانستان، اما او قرارداد در ساحه عمل پیاده نشد. بارها چینایی ها بانه کردن، گاهی گفتن شرایط امنیتی خوب نیست، گاهی گفتن شرایط اقتصادی تغییر کرده، گاهی گفتن اونجا آثار تاریخی است، مگر در عمل کاری نکردن. بنابراین ما هم فکر میکنیم که به خاطر مشکلات بسیار زیاد امنیتی که در افغانستان وجود داره، چینایی ها در معادن افغانستان
فکر میکنم کاری هم نخواهد کردن. و قسمی که شما گفتین در افغانستان نه تنها که شرایط امنیتی خراب است، بلکه بازی های استخباراتی منطقوی در اونجا زیاد جریان داره که شما شاهد هستین. بعد از اینکه حکومت طالبان آمد، چینایی ها با بسیار اشتیاق یک ساختمان را در اونجا اجاره گرفتن و تمام تجارای چینایی اونجا آمدن، ولی در فرصت اندک او ساختمان مورد حمله قرار گرفت و چینایی ها اونجا مجبور شدن که فرار کنند. فعلا هیچ شرکت معتبر چینایی در کابل حضور فیزیکی نداره. خوب، چین معلوم شد، ولی روسیه چی؟ در سال 2021 روسیه به افغانستان 26,000 تن آرد صادر کرده بود. سال 2022 باشد صادرات آرد روسیه به افغانستان به بیش از 120,000 تن مساوی شد. در دوام یک سال گذشته چندین هیئت حکومت طالبان به مسکو سفر نموده توصیه همکاری ها را بررسی کرد. ما می‌خواهیم که در حد قراردادها و تجارت ما در حد خیلی عادی امرای روسیه جریان داشته باشه، چون به نفع کشور ماست، به نفع مملکت ماست. ما به دو چیز مهمی که نیازمند هستیم، مسائل گندم است که کشور روسیه یکی از بزرگترین تولید کننده هایش است و به قیمت های بسیار نازل، بسیار به قیمت های امارات و افغان الحمدلله امروز از طریق سکتور خصوصی وارد میشه و همچنان به مواد نفتی. شورای افغانستانی هم به این عقیده موافق است. بله، بعد از اینکه جنگ اوکراین به میان آمد، روسیه در تلاش مارکت های جدید هست. این ممکن هست که روزها گندم، مواد دیگه غذایی و نفت نه تنها به افغانستان بلکه به پاکستان و به چین و به هند، به کشورها به صورت ارزان میفروشه. در این قسمت همکاری ها ممکن صورت بگیره، اما باز هم بر افغانستان از نگاه پرداخت پول مشکلات خود بود. ولی ما قراره که ما شنیدیم افغانستان یک مقدار پول را به کشورهای همسایه مثل ازبکستان یا قزاقستان یا ترکمنستان انتقال میده، از طریق بانک های از اونها پول را میتن. این فکر میکنم این کار میشه، چون روزها در این قسمت ضرورت دارن که نفت خود را بفروشن، نه تنها به افغانستان بلکه به پاکستان و چین و هند همچنان. به هر حال برگردیم به سوال اول صحبت وزیر که تشکیل کنسورسیوم است. کنسورسیوم عبارت از 14 صاحبکار افغانستانی با شرکت‌های ایران، روسیه و پاکستان به مبلغ 1 میلیارد دلار یادداشت تفاهم امضا کرده مهم مرد در کابل زیر نظر حکومت طالبان نشستی بین‌المللی دایر خواهد کرد. مقامدار طالبان بخش‌های اساسی برنامه‌های این کنسورسیوم را توضیح داد. و پیشنهادی که ما به دیگر تجارای افغان کردیم روی 4 موضوع است. یکی تونل سالنگ است که در حدود 8 کیلومتر باید ما یک تونل جدید ایجاد کنیم و انتقال یک مقداری از آب پنجشیر است به کابل به خاطر آب آشامیدنی و از سرک کابل هرات است، قندهار و هرات و پروژه سیمش انتقال برق است. خوب، طالبان نقشه های خود را آشکار کردند. اکنون در شرایط عدم اعتراف حکومت این جنبش اسلامی کی به توسعه همکاری با آنها آماده خواهد شد؟ سؤال است که پاسخش را وقت نشان می‌دهد.